یک روز به 10 سوم پنسیه میگیرم. همین پنسیه ما به زیاد نمیکنم. های اگر مثال دیپرسیون بروم، همین کتابچه نفقه گیر که میرم، ترالیبوس بسیارتر باشد بود. چه کنیم ما؟ پول سویت بتیم دست ما، پول موسرا، پول نفقه وای بر ترانسپورت مارشرut که به نمیرسد. برای همین نفقه زیاد نمیکنم. امکانیت باشدم اکنون تیرونه کمتر فراموش کردم. کمتر. مایم میخواهیم، مایم ناخر، مایم همینجا تولد شده، همینجا 24 سال خونده، 41 سال وزارت تو با کار کرده. پیرید آخر همه میخواهد میوه خریدن دیگر نمیتونیم. گوشت باشد تماما بویشم نمیدونیم. همین چیکار کنیم؟ یاردم در فرماده. انا باشد دیگر طرف نغزه. رومای جنگ نیست، با چی در کن؟ هوای بین چی نغزه؟ تلویزیون نگاه میکنیم میترسی. ما خیریت آرومه. تولد شدم و ارسکی رایونای کو پسیالک شایدم. 8 ساله خودم به کوچه آمدیم. اوچم کتی خیلی پدرم گم کردیم. اوچم بی سواد بود. من گفتم نه، من سرم نمیخونم. مکتب تمام کردم لینا بود با تکستیل تکنیکوم تمام کردم. بعد رسی برفتم خوندنی. خازم با کیمیک تکنولوژیک اینستیتوت تمام کردم. پیرم به ویان زواد با کار کردم. بعد 1 سال کار کردم بیمار شدم و دیرکتری ویان زواد پچتو ویاش گفت که این کسب دیگر اینجا با کار نکنید. کیمیسک производство ممکن نیست. دوشنبه کوچه آمدم. اینجا آمدگیم به 50 سال شد. Университет به در آمدم. از دیگه خوندم اکونومیست отрасли народного хозяйства. وزارتی باید با کار کردم صنعت محلی، پیشوی با کار کردم خوراکوری با تاجیک صاف با کار کردم. بعد پرزیدیوم اکادمیک با کار کردم. همینجا باید با برآمدم پنسیه با سال 92 بود. معاشم جدا نقص بود. ویدوش اکونومی شده کار کردم. اول 330 بود، آدم 140 160 گرفته گرفتن، بعد 920 روبل شد. نیکیم پول علی شد. همین 7 سومون پر حساب کردگی پنسیام 3 سومون شد. 3 سومون شد. 15 سال بیکار گشته. همین سخاوت با دریده ساتیل کمپوت پختم میفروختیم. کاریز که سالاد کردم با یاد گرفتیم. همین میفروختیم. دخترم روزمره میبردیم. دخترم هم این وده به کار میکنم و هم دو کسب دارد. لیکن وقتی جنگ با بیچاره همین پستردالا و هم کار کردن نتونست. و هم بیچاره همین پنسیه شد 1 روز با 8 سوم 2 کسب دارد. همین کتی بعد договор کتی سال 2007 با کامرسکی اینستیتوت با کار یافتم. همونجا 8 سال کار کردم. همین 14 سال ای 3 سومون تا 2007 پنسیام 67 سومون شدگی بود. 8 سال کار کردم. زیاد کردم بعد 2 سال 100 سومون. حاضر 323 شد. همین سال میدانید نرخ بازار بچه. همین یک پژلنگ ماهانه فراموش نکنن. ما هم همینجا کار کردیم عمری درست. اینستیتوت تمام کردم همینجا گشت آمدم. سال 91 با هم روسکازیچن کوچتگینم نگریختیم. گفتیم که اینجا وطن ما. 1 هفته به نمیرسد پنسیه. اونجا میدوام. گل پروری میکنم. یگان چیز فروختن در کار. اونجا من 1 تکم 80 برفتم. من کجا با کار میگیرم؟ من کار کردم میتونم. کجا میگیرم من؟ یگان جا میگیرم. من همین پنسیه زیاد کنم بود. دیگر پژلانی نیست. دیگر همه طرف ما خرسندیم. همه طرف.